پسرم عزیزم. بله مامان. برو این دوستا بشقاب بذار سر میز، الان مهمونا میرسن. زشته. باشه. اون چیه؟ بشقابه که گفتی؟ گفتم 2 تا، چرا 2 تا میبری؟ خودت گفتی 2 تا، من 2 تا برداشتم. خب اومدیم و 3 تا بودم، اون یکی رو غذا بزنم کف دستش بخوره. خب میگفتی 3 تا. داد زدی سر من؟ نه مامان غلط بکنم چه خب دادی؟ پس از این بعد بهت گفتم 2 تا، 3 تا بردار. برو یکی دیگه بردار. باشه یکی دیگه میذارم. بردم مامان. خب حالا برو این 3-4 تا پیازم بیار. باشه. این میرزا 4 تا منظورش همون 4 تاست. بفرمایید. 4 تا پیاز؟ 3 نفرن کلا 4 تا پیاز بخورن؟ مامان سر بشقابا گفتی 2 تا دست پایین گرفتم 2 تا بردم ناراحت شدی. الان سر پیازا گفتی 3-4 تا دست بالا گرفتم 4 تا آوردم بازم ناراحت شدی؟ تو چرا انقدر بروشید پایینه؟ ای بابا. باشه ناراحتی نداره، بیا اصلا این 3 تا یکی میذارم سر جوش. پس من بابات چی؟ ها؟ ای خدا. مامان دست بردار تو رو خدا. ما رو حساب نکردی نه؟ دیگه ما پدر مادر شما نیستیم نه؟ ای خدا. باشه پس من این 3 تا رو گذاشتم. میرم 2 تا دیگه بیارم. باشه برو 2 تا دیگه بیار. بیا مامان، یکی که از قبل تو دستم بود، یکی دیگه هم اضافه کردم. ای بابا. پس خودت چی؟ مامان من کوف بخورم مامان. مامان من کوف میخورم خوبه؟ من پیاز نمیخوام مامان. دیوونه کردی. بشقابم 3 تا بردی. 2 تا دیگه برو بهش اضافه کن.